بچه عزیز، گروه ایجادی شما را باز به تماشای برنامه نوبتی هفت رنگ دعوت می کند. بیایید امروز روی لوحه را با رسم یک دخترک گلپرور آرامی دهیم. اگر شما آماده کار باشید پس شروع می کنیم. ما رسم دخترک را از چهرهش شروع می کنیم. این بینیچش را به نظر نمایان کرده اکنون لبانش را تصویر می کنیم. همینگونه چهرهش را پوره کرده اکنون قسمی بالای موی سرش را به نظر نمایان می کنیم. حالا ما در سر دخترک یک رویمالی را تصویر خواهیم کرد. مویهایش را با این طرز تصویر کرده چشم دخترک را به نظر نمایان میکنیم. اینگونه چشمش را تصویر کرده اکنون ابروانش را نیز نمایان میکنیم. ما تصویرمان را دوام میدهیم و رویمالی دخترک را تا به این اندازه تصویر کرده با همین شکل یک این قسمش را تصویر کرده. حالا باشد موی سرش را به نظر نمایان میکنیم. همین گونه. بچه عزیز، به تصویر رسمی دخترک گلپرور را دوام میدهیم. اکنون ما گردنش را اشاره کرده پس آن میگذاریم به تصویر کتفانش. اینگونه کتفش را تصویر کرده آن را با این شکل دوام میدهیم. اینجا نیز آستینش را پوره کرده پنجه دستانش را تصویر میکنیم. پنجه های دستش را نیز اشاره کرده اکنون میگذاریم به تصویر دستی دیگرش. اینجا نیز پنجه های دستش را به نظر نمایان میکنیم. این پنجه دیگرش را نیز اشاره کرده دوتای دیگرش را نیز تصویر میکنیم. اکنون با تصویر دامنی کرته ما رسم دخترک را باز پوره‌تر میکنیم. ما دامنی کرته را از همین نقطه شروع کردیم. اینجا نیز پایانی دامنش را موج مانند تصویر کرده اکنون یک پیش دامنی را نیز به نظر نمایان میکنیم. همین گونه پیش دامن را نیز پوره کرده کرتهش را نیز آرامی دهیم. اکنون میگذاریم به تصویر پایهای دخترک. اینجا نیز این گونه پای افزالش را تصویر کرده آن را پوره میکنیم. در اینجا پای دیومش را نیز به نظر نمایان میکنیم. همین گونه. اکنون بیایید در دستی دخترک رسم یک آب پاشک را تصویر میکنیم. اول ما از تصویر دستش شروع میکنیم. دستش را اینگونه اشاره کرده اکنون نمودی آب پاشک را با چنین طرز تصویر میکنیم که به مانند فیلچه است. اینجا خرطوم فیلچه را اشاره میکنیم. همینگونه اینجا باشد دو پایش را به نظر نمایان میکنیم. همینگونه. بچه عزیز، بیایید اکنون روی لوحه را با تصویر گل و بوته ها آرامی دهیم. اول ما
نوده و بوته ها را تصویر کرده پس آن میگذاریم به تصویر گل ها. اینجا یک دو برگ ها را به نظر نمایان کرده تصویرمان را باز هم زیباتر میگردانیم. با همین ما در زیر برگ ها یک دو سنگ ها را نیز اشاره میکنیم. تصویر ما تا رفت پورتر میگردد. انا با تصویر سنگ ها رسم ما باز هم زیباتر و دلکشتر گردید. با تصویر یک چند گل ما تصویر لوحه را باز پوره میکنیم. همین گونه با اندازه های گوناگون هر جا گل ها را به نظر نمایان کرده آنها را پوره میکنیم. اینجا حاضر یک گل دیگر را تصویر کرده اکنون قطره های آب را نیز اشاره میکنیم. نمیدونه قطره های آب را نیز تصویر کردیم. بچه عزیز بیایید یک جایه روی لوحه را با تصویر درختان آرامی دهیم. تصویرمان را از همین نقطه شروع نمودیم. یک چند شاخه درخت را نیز نشان داده اینجا آن را دوام میدهیم و با همین منظره لوحه را باز هم زیباتر میگردونیم. بچه عزیز ما تصویر لوحه را با استفاده از قلم عادی به انجام رساندیم. اکنون میگذاریم به رنگ و بار آن. برای این ما قلم دلخواه را انتخاب کرده رنگ جگری پست را آماده میکنیم. رنگ جگری همراه شیشه آماده شد. با این رنگ شروع میکنیم به رنگ و بار رسمی دخترک. اینجا چهرهش را اول رنگ و بار کرده آن را پوره میکنیم. ما سراسیمه نشده رنگ و بارمان را ادامه میدیم و با همین رنگ دستانش را نیز رنگ پوش میکنیم. همین طرز. اکنون ما با استفاده از رنگ جگری بلند موی سری دخترک را رنگ و بار میکنیم. از زیر روی موش سر کرده ما موی سرش را رنگ و بار میکنیم. اینجا خیلی دوام داده اکنون قسم های روشنی را باقی میگذاریم. با همین رنگ قسم عقب موی سرش را نیز رنگ پوش میکنیم. اینجا موی سرش را رنگ و بار کرده با همین رنگ میگذاریم و رنگ و بار پای افزال دخترک. قسم های روشنی را باقی گذاشته با همین رنگ میگذاریم به پای افزال دیگر. این را نیز رنگ و بار کرده پوره میکنیم. بچه عزیز اکنون ما با استفاده از رنگ سیاه و موی قلم مهین چهره دخترک را پوره میکنیم. ما موی قلم مهین را انتخاب کرده رنگ سیاه را آماده میکنیم و میگذاریم به رنگ و بار. ما نازکانه از چشمانش شروع میکنیم و داخلی چشمش را نیز رنگ پوش کرده میچکانهایش را نیز رنگ و بار میکنیم و با همین رنگ آهسته آهسته بعضی از جایهای موی سرش را نیز اشاره میکنیم و آن را پوره میکنیم. بچه عزیز بیایید اکنون برای ادامه رنگ و بار رسمی دخترک ما روی شیشه رنگ سرخ را آماده میکنیم. رنگ سرخ را هم روی شیشه تیار کردیم. با این رنگ میگذاریم به رنگ و بار روی مال سری دخترک. روی مالش را نیز از قسم بالایی شروع کرده رنگ و بار میکنیم. آهسته آهسته کارمان را دوام میدیم و قسم بالایی روی مال را رنگ پوش کرده با همین رنگ میگذاریم به رنگ و بار گل ها. برگ های گل را نازکانه رنگ پوش کرده پوره میکنیم. ما رنگ و بار گل ها را دوام میدیم
و هر یک برگ‌های گل را نازکانه رنگ پوش میکنیم و با همین آهسته آهسته به گل‌های آخرین میگذاریم. گلی آخری را نیز رنگ پوش کرده پر میکنیم. اکنون برای ادامه رنگ و باری رسم دخترک ما روی شیشه رنگ کبوتی بلند را آماده میکنیم. رنگ کبوت هم روی شیشه آماده شد. با همین رنگ میگذاریم به رنگ و باری لباس بدنی دخترک. آهسته آهسته گریبان دخترک را رنگ و بار کرده با همین میگذاریم به آستین لباس دخترک. این را نیز پره کرده با همین میگذاریم به دست دیگرش و آهسته آهسته به قسم پایانی نیز میگذاریم. ما باز از رنگ تازه گرفته رنگ و باری لباس دخترک را ادامه میدهیم. با همین آهسته آهسته زیر پیش دامن لباسش را رنگ پوش کرده با همین رنگ کمی پیش دامنش را نیز اشاره میکنیم. همین گونه. بچه عزیز اکنون ما روی شیشه رنگ بنفش را آماده نموده رنگ و بارمان را ادامه میدهیم. رنگ بنفش هم تیار کرده شد. با این رنگ میگذاریم به رنگ و بار آب پاشک. آهسته آهسته آن را رنگ پوش کرده دستش را نیز نازکانه رنگ پوش میکنیم. همین گونه به قسمهای دیگرش میگذاریم. با همین طرز آن را پره میکنیم. ما نازکانه کارمان را دوام میدیم و با همین رنگ میگذاریم به رنگ باری دسته های پیش دامن. این را نیز آهسته آهسته و نازکانه با رنگ بنفش پره میکنیم. اکنون برای ادامه رنگ و باری منظره لوحه ما روی شیشه رنگ سبز را آماده میکنیم. رنگ سبز هم روی شیشه تیار کرده شد. با همین رنگ میگذاریم به رنگ و باری سبزه ها. آهسته آهسته کارمان را دوام میدیم و زیر پای دخترک را نازکانه رنگ پوش کرده با همین میگذاریم به قسم های مابینی. انا بچه عزیز چه خیلی که میبینید منظره ما تا رفت پرتر و زیباتر میگرده. ما رنگ و بارمان را ادامه میدیم و با همین قسم های بالایی لوحه را با این رنگ پوش میکنیم. همین گونه. بچه عزیز اکنون برای رنگ و باری درختان ما از آمیزش رنگ های سبز و زرد استفاده میبریم. اول ما رنگ سبز را آماده میکنیم و پس آن به آن رنگ زرد را علاوه میکنیم. همین گونه. با این رنگ میگذاریم به رنگ و باری درختان و از همین نقطه شروع کرده رنگ و بارمان را دوام میدهیم. ما سراسیمه نشده کارمان را دوام میدهیم و با همین گرد و اطرافی دخترک را نازکانه رنگ پوش میکنیم. آن را پره کرده میگذاریم به قسم های دیگر. از رنگ تازه گرفته رنگ و بارمان را ادامه میدهیم و اینجا را بسیار هم احتیاطکارانه رنگ پوش کرده آهسته آهسته میگذاریم به قسم های بالایی لوحه. درختان ما تا رفت پرتر و زیباتر میگردد. با همین ما رنگ و باری درختان را پره به انجام میرسانیم. با همین رنگ میگذاریم به رنگ و باری برگ ها. برگ ها را نیز
رنگ پوش کرده پوره میکنیم. بچه عزیز، اکنون با استفاده از رنگ کبوتی بلند ما هر جا تاریکی های لباس دخترک را اشاره میکنیم. رنگ کبوت را آماده کرده میگذاریم به رنگ و بار. از همین نقطه شروع کرده ما آهسته آهسته بعضی از تاریکی ها را به نظر نمایان میکنیم و منظره لوحه را باز هم زیباتر میگردونیم. زیری دامن دخترک را پر کرده اکنون به قسم دیگرش نیز میگذاریم. اینجا را پر کرده پیش دامن دخترک را باز هم پوره تر میکنیم. اکنون میگذاریم به پوره کردن رسمی و پوشک. این را نیز همینگونه پوره کرده زیر پایش را نیز اشاره میکنیم و همین رسمی و پوشک را همینگونه اشاره کرده میگذاریم به رنگ و بار قطره های آب. اینها را نیز همینگونه پوره میکنیم. بچه عزیز، اکنون ما روی شیشه رنگ جگری پست را آماده نموده سنگ های منظره را رنگ و بار میکنیم. رنگ جگری را تیار میکنیم و میگذاریم به رنگ و بار. از همین قسمت شروع کرده ما سنگ ها را رنگ پوش میکنیم و با همین منظره من را پوره و زیبا میگردانیم. بچه عزیز، بیایید باری دیگر روی شیشه رنگ سبزی پلند را آماده نموده رنگ و بارمان را ادامه میدهیم. انا رنگ سبزم روی شیشه آماده گشت. با این رنگ ما تاریکی های رسمی درخت را هر جا اشاره میکنیم. با همین ما آهسته آهسته قسم های بالایی درخت را نیز اشاره کرده میگذاریم به قسم های دیگر. ما نازکانه کارمان را دوام میدهیم و با همین یک چند شاخه دیگر را نیز اشاره کرده به شاخه دیگر میگذاریم. با همین بچه عزیز رسمی درختان تا رفت پورتر و زیباتر میگردد. نمیگونه. اکنون برای رنگ و باری فضای منظره ما بار دیگر رنگ کبود را نفیستر آماده میکنیم و میگذاریم به رنگ و بار. ما رنگ و بارمان را از همین قسم لوحه شروع نمودیم و آهسته آهسته به قسم های بالای فضا میگذاریم. بچه عزیز، با همین منظره ما تا رفت پورتر و زیباتر میگردد. رنگ و بار فضای منظره را قریب که با آخر میرسانیم. نه همین طور. بچه عزیز، ما تصویر و رنگ و بار لوحه را پوره به انجام رسانیدیم. ما امروز روی لوحه را با رسم یک دخترک گلپرور آرا دادیم. در همین جا نمایش امروزه ما با آخر میرسد. خیر بچه های عزیز، شاد و پیروز باشید.